سلام، من عارفه هستم و در هر ویدئو یک سوال میکنم و بعد به اون جواب میدم. سوال امروز: فعلهای زبان فارسی، آیا باید همه فعلها بن گذشته و بن حال هر دو شکل اون رو جدا جدا حفظ کنیم، یاد بگیریم؟ خبر خوش، لازم نیست همه فعلها رو به شکل‌های مختلفش از حفظ کنید یاد بگیرید. میتونین فقط یک شکل از اون رو یاد بگیرید. خیلی از فعلها در زبان فارسی با قاعده هستند، یعنی شکل حال و گذشته اونها به هم شبیه، یعنی با یک پسوند شکل گذشته رو میسازیم، بدون اون پسوند شکل حال رو داریم. مثلا اگر مصدر یک فعل رو یاد بگیرین، میتونین فعل گذشته رو خیلی راحت پیدا کنید. مثلا خوردن، مصدر فعل خوردن. کافیه ان رو از آخر اون حذف کنید و بعد فعل گذشته رو داریم. خورد به اضافه شناسه ام ای، برای سوم شخص چیزی نداریم. ایم، اید، اند و خوردم، خوردی، خورد، خوردیم، خوردید، خوردند. پس مصدر چه شکلیه؟ فعل گذشته به اضافه ان، خوردن، دیدن، رفتن، نوشتن. اما چطور بن حال رو پیدا کنیم؟ خیلی از فعلها بن حال هستن به اضافه یک پسوند که به اون پسوند میگیم پسوند گذشته ساز، پسوندی که گذشته رو به ما میده، گذشته رو برای ما میسازه. یعنی در زبان فارسی پسوندهایی هستند که اگر در آخر فعل بیان، فعل گذشته رو میسازن. 2 تا از اون پسوندها رو امروز میبینیم. یکی از اونها اید هست. مثل چه فعلی؟ مثل رسید. مصدر رسیدن، گذشته رسید. من رسیدم، تو رسیدی، اون رسید. خب اگر اید رو از آخر فعل حذف کنیم، رس برای ما میمونه و اون وقت با این رس میتونیم فعل حال ساده رو بسازیم. میرسم، میرسی، میرسه، میرسیم، میرسیم، میرسن. یادتون هست که فعل حال ساده چطوری ساخته میشه؟ می به اضافه بن حال به اضافه شناسه. میرم، میخورم، میبینم، مینویسم. خب برگردیم به پسوندهای ماضی ساز. کشیدن، کشیدم، کشیدی، کشید. شکل حال کش. اید رو حذف میکنیم، کش. میکشم، میکشی، میکشه. یه فعل دیگه، فهمیدن، گذشته فهمیدم، فهمیدی، فهمیدیم. حال فهم، میفهمم، میفهمی، میفهمه. فعل بعدی خریدن، مصدر خریدن، فعل گذشته خرید، خریدم، خریدی. فعل حال میخرم، میخری، میخره. از رستوران هر روز غذاهای خوشمزه میخرم. از میوه فروشی میوه های تازه میخرم. فعل بعدی دویدن، دویدن، تند رفتن. گذشته دویدم، دویدی، دوید. دیروز از خونه تا سر کار دویدم، دیر کرده بودم پس دویدم. فعل حال میدوم. هر هفته 5 شنبه ها در پارک میدوم. فعل بعدی پرسیدن، سوال کردن. گذشته
پرسیدم، پرسیدی، پرسید. شکل حال میپرسم، میپرسی. مثلا شاگردهام، دانش آموزهای من هر سوالی دارن از من میپرسن. لطفاً شما هم بپرسین. و فعل آخر بوسیدن، گذشته بوسید، حال بوس، میبوسم، میبوسی. در همه این فعل ها اید پسوند گذشته ساز در آخر فعل اومده، یعنی بن حال به اضافه اید به ما شکل گذشته رو میده. خب بریم پسوند دوم. پسوند گذشته ساز دوم د هست. بن حال به اضافه د به ما شکل گذشته رو میده، مثل خورد. مصدر خوردن، شکل گذشته خوردم. دیروز یک غذای خوشمزه خوردم. شکل حال د رو حذف میکنیم و خور بن حال هست. میخورم، میخوری، غذا میخوری. یه فعل دیگه موندن. موندن در زبان گفتاری، ماندن در زبان نوشتاری. گذشته ماندم، حال مان، میمانم یا میمونم. گذشته دیروز خونه دوستم موندم، زمان حال. امروز در خونه میمونم. یه فعل دیگه خواندن یا خوندن. کتاب خوندم، خواندن مصدر، خوندن مصدر، خواند. گذشته یا خوند، گذشته خوندم، خوندی، خوند. حال میخوانم یا میخونم. هر روز چند صفحه کتاب میخونم. تو کتاب میخونی، شما روزنامه میخونین. خون به اضافه د گذشته، خون بن حال میخونم، میخونی. یه مرور کنیم و جمع‌بندی. خیلی از فعل‌ها در زبان فارسی با قاعده هستند، یعنی شکل حال و گذشته اونها به هم شبیه، یعنی با یک پسوند شکل گذشته رو میسازیم، بدون اون پسوند شکل حال رو داریم. بعضی از فعل‌ها هم بی قاعده هستند، یعنی باید جدا جدا شکل حال و شکل گذشته رو حفظ کنیم، یاد بگیریم. 2 پسوند رو امروز با هم دیدیم. یکیش اید بود، یکیش د بود. اگر آخر فعل‌ها بیان، فعل‌ها رو به شکل گذشته تبدیل می‌کنن. شما چه مثال‌هایی از این فعل‌ها بلدین؟ خب این هم از ویدیوی امروز. تا ویدیوی بعدی، روز و روزگار خوش.